که تو این روایت آقا رسول خدا به امیرالمؤمنین تو شب وفاتشون گفتن علی جان کاغذ و قلم بیار تا وصیت بکنن. بعد آقا رسول خدا وصیت میکنن که بعد از من 12 امام خواهند بود که حضرت اسم تک تک این امام ها رو میبرن و بعد از 12 امام 12 مهدی حکومت میکنن که زمانی که وقت مرگ امام زمان فرا میرسه حضرت مهدی علیه السلام وصایت و امامت رو واگذار میکنن به مهدی اول از 12 مهدی که این مهدی اول 3 تا اسم داره: احمد، عبدالله و مهدی. آقای احمد اسماعیل قاطع هم از این روایت سوء استفاده میکنه و میگه من احمد و اولین مهدی از 12 مهدی هستم که شما باید از من پیروی کنید. اولین کاری که شیعه برای پذیرفتن یک روایت انجام میده اینه که روات اون روایت رو تو علم رجال بررسی میکنه. آقای ملا حسنی، کی گفته اولین کاری که شیعه باید بکنه روات هر حدیث رو توی علم رجال بررسی کنه؟ پیامبر گفته، اهل بیت گفتن، یا قرآن این رو گفته؟ لطفاً دلیل شرعی علم رجال رو مطرح کنید. اما بینندگانی که در مورد علم رجال اطلاعی ندارن اجازه بدید به صورت مختصر این رو بیان کنم. اول اینکه اصل علم رجال در مدرسه اهل سنت تأسیس شد قبل از شیعه. خب و هدف علمای سنت اون زمان در تأسیس علم رجال این بود که هر حدیثی که از پیامبر ذکر شده در مدح علی و آل علی علیهم السلام بیان این حدیث رو به بهونه علم رجال ساقط کنن. این هدف از تأسیس علم رجال بود. شیعه ها سالها بعد اومدن علم رجال رو وارد حوزه شیعه کردن. دلیلش چی بوده؟ آقای نجاشی در کتاب رجال نجاشی صفحه 3 میگه به دلیل سرزنش کردن قومی از مخالفین ما یعنی علمای اهل سنت اون زمان، میگه اومدن ما رو سرزنش کردن که شما لیست و فهرستی از پیشانیان خودتون ندارید. میگه منم به خاطر سرزنش اونا اومدم این کتاب رو نوشتم. پس دلیل وارد شدن علم رجال به مدرسه اهل بیت به حوزه شیعه دلیل شرعی نبوده آقای ملا حسنی، علمی از مدرسه اهل سنت و به دلیل سرزنش اونا علمای شیعه اومدن علم رجال رو وارد حوزه شیعه کردن. حالا یه اشکال بزرگی که آقای محقق بهرانی صاحب کتاب الحدائق الناظره جلد 1 صفحه 22 یه اشکال بزرگی رو مطرح میکنه در مورد علم رجال. میگه شما اطلاع دارید که کسانی که در علم رجال نوشتن، اصحاب کتب رجال، مثل شیخ طوسی و نجاشی و ابن غضائری و سید خویی و بقیه، میگه بین اینها و بین اصحاب ائمه مدت زمانی بسیار درازی هست. یعنی اینا اصلا اصحاب ائمه رو ندیدن، هیچ معاشرت و دیداری با اینا نداشتن. میگه چطور اومدن از احوال اصحاب ائمه مطلع شدن و اومدن گفتن این راستگوه، این دروغگوه، این فاسده، این مؤمنه؟ از کجا فهمیدن؟ شخصی که صدها سال پیش از دنیا رفته، اینا اومدن گفتن اون شخص فاسق بوده یا راستگو بوده یا دروغگو بوده. محقق بهرانی میگه اینا اومدن بر اساس حدس و گمان احوال اصحاب ائمه رو بررسی کردن و همین حدس و گمان رو اسمشو گذاشتن شهادت. این چطور شهادتیه که بر اساس حدس و گمان تأسیس شده؟ حالا برای مثال یکی از اختلافاتی که در علم رجال هست، خود اصحاب کتب رجال با هم توافق رأی ندارن. برای مثال آقای شیخ طوسی در کتاب رجال طوسی صفحه 336 میاد در مورد داوود ابن کثیر رقی که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، میگه داوود ابن کثیر رقی ثقه، قابل اعتماده. ولی آقای نجاشی در کتاب رجال النجاشی صفحه 156 میگه داوود ابن کثیر رقی ضعیف جدا ضعیفه.
قابل اعتماد نیست. خب من الان یه حدیث از داوود ابن کثیر بر من بیاد، بر طبق مبنای آقای توسی باید قبول کنم، ولی بر طبق مبنای آقای نجاشی باید رد کنم. این چطور علمیه آقای ملا حسنی که شما میخواید بر اساس این علم وصیت پیامبر رو رد کنید؟ حالا نکته دیگه اینه که آقای سید علی خامنه‌ای در مورد کتب رجال چی گفته؟ اجازه بدید متن کلام آقای سید خامنه‌ای رو از زبان سید کمال حیدری بشنویم. اون بالفارسی 4 كتاب أصلي علم رجال. أنا أقرأ النسخة الفارسية أعزائي، وأقرأ الترجمة العربية التي هي تحت إشراف الشيخ التسخيري مولانا. أما النسخة الفارسية أعزائي يقول ده يتكلم عن كتاب فهرست الشيخ الطوسي مولانا، يقول تحت عنوان چگونگی النسخه های فهرست. تحت هذا العنوان بنا بر اظهار النظر بسیاری از خبرگان فن. بعد ذلك اقرأ الترجمة العربية مولانا، الآن دا اقرأ النسخة الفارسية. نسخه های کتاب الفهرست للشيخ الطوسي مانند بیشتر کتب معتبر رجالی کهن از قبیل کتابهای کشی، نجاشی، برقی، غوائری عموما به تحریف و تصحیف و فزونی و کاستی دچار شده و نسخه صحیح آن به دست ابنای این زمان نرسیده. خب آقای ملا حسنی، طبق گفته آقای سید خامنه‌ای تمام کتب رجال دچار تحریف و تصحیف شده. خب چطور میشه به این کتاب‌ها اعتماد کرد؟ چطور میتونید به این کتاب‌ها اعتماد کنید؟ و قبل از اینکه به سراغ شبهه سوم آقای ملا حسنی برم، این نکته رو عرض کنم که آیا علم رجال موافق قرآن کریم هست یا مخالف قرآن کریم؟ خداوند سبحانه و تعالی میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خداوند میگه اگر فاسقی براتون خبری آورد بررسی کنید. چی رو بررسی کنیم؟ بررسی کنیم که اون شخص راستگو یا دروغگوه، مؤمن یا فاسقه. خداوند هویت اون شخص رو بیان کرده، گفته فاسقه. خداوند میگه اگر این فاسق براتون خبری آورد بررسی کنید، جستجو کنید، مطمئن بشید از چی؟ از خبری که آورده. همونطور که انسان مؤمن در بعضی اوقات ممکنه دروغ بگه، کذالک انسان فاسق ممکنه در بعضی اوقات خبر راستی رو بیاره، ممکنه در بعضی اوقات راستگو باشه. پس علم رجال که میان میگه اگه این شخص فاسقه حدیثش رو قبول نمی کنیم، خداوند نمیگه رد کنید، خداوند میگه جستجو کنید، مطمئن بشید. بریم به سراغ نکته شبهه سوم آقای ملا حسنی. اتفاقا آقای احمد بصری نسبت به سند این روایت دروغی رو مطرح کرده و تو کتاب خودش نوشته که همه راویان این حدیث وصیت شیعه 12 امامی هستند و همشون مؤمن و راستگو و قابل اعتمادن، در حالی که علامه هلی تو کتاب رجالی خودشون نسبت به احمد بن محمد بن خلیلی که یکی از راویهای حدیث وصیته میفرمان این آدم ضعیفه، دروغگوه، از خودش حدیث جعل میکنه و مذهبش هم فاسده. حتی آیت الله خویی هم تو کتاب رجالی خودشون همین حرف رو نسبت به این آقای ملا حسنی، همین اشکالی رو که آقای محقق بهرانی مطرح کردن اینجا دقیقاً صدق میکنه. چطور آقای سید خویی رحمت الله علیه از حال و احوال راویان وصیت مطلع شده، در حالی که بین آقای خویی و
اصحاب ائمه حدود 1400 سال مدت زمانی هست. این دقیقاً اشکال بزرگیه که آقای محقق بهرانی در مورد علم رجال مطرح میکنه. حالا ما بیایم سراغ گفته آقای ملا حسنی. ببینید طبق این نسخه از کتاب شیخ طوسی که من اینجا دارم، جلد 1 صفحه 174 وصیت در اینجا ذکر شده، در صفحه 174. حالا در ایران کتاب غیبت شیخ طوسی ترجمه فارسی وصیت در صفحه 300. خب چند صفحه بیایم عقب‌تر. آقای شیخ طوسی طبق این نسخه‌ای که من دارم جلد 1 صفحه 161 گفتیم که وصیت در صفحه 174، اما در صفحه 161 آقای طوسی این رو میگه فاما ما روی من جهت الخاصه، میگه اما احادیثی که از طرف خواص نقل شده خیلی زیاده که من اینجا بعضیش رو ذکر میکنم. یعنی از این سطر به بعد تمام احادیثی که ذکر شده از طرف خواص هست، راویانش خواص هستن. آقای ملا حسنی شما که حوزه درس خوندی، خواص یعنی چی؟ آقای شیخ طوسی میگه از طرف خواص یعنی شیعیان. یعنی آقای شیخ طوسی شهادت میده که راویان حدیث وصیت همه شیعه هستن. نکته اول. نکته دوم، در کتاب النجم الثاقب فی احوال الامام الحجة الغائب آقای طبرسی، خب جلد 2 صفحه 71 میفرماید شیخ طوسی با سند معتبر از امام صادق علیه السلام این حدیث وصیت رو نقل کرده. فکر نکنم که شما عالمتر از آقای طبرسی باشید. آقای طبرسی شهادت میده که شیخ طوسی با سند معتبر این حدیث وصیت رو نقل کرده. اما برای اینکه بیایم حجت رو بر شما تمام کنیم آقای ملا حسنی، بریم به کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث شیخ نمازی جلد 1 صفحه 434. چی میگه شیخ نمازی در مورد احمد ابن محمد ابن الخلیل ابو عبدالله که شما گفتید آقای خویی میگه ضعیفه؟ آقای نمازی چی میگه؟ آقای نمازی میگه که این شخص احمد ابن محمد ابن الخلیل ابو عبدالله چند حدیثی در مورد امامت 12 امام نقل کرده. میگه فهی تفید حسنه و کماله، میگه همین بسه، همین بسه براش که ایشون از شیعیانه، وگرنه اگر از سنی بوده یا هر مذهب دیگری داشته به ضررش بیاد حدیثی نقل کنه در مورد امامت 12 امام یا در فضل و مدح اهل بیت علیهم السلام، به ضرر عقیدش تموم میشه. پس آقای شیخ نمازی شهادت میده، میگه ایشون یه چند تا حدیث نقل کرده در مورد 12 امام، امامت ائمه علیهم السلام، میگه و همین براش کفایت داره، همین بس براش. آقای خویی میگه ضعیفه، آقای شیخ نمازی میگه همین بس براش. حالا آقای ملا حسنی طبق قاعده حوزه، قاعده علم حدیث در حوزه، حدیثی که تواتر داره، متواتره، اصلا در سندش هیچ نگاهی نمی کنن، نمیان نگاه کنن راویانش کیان و سند بررسی کنن که حال احوالشون چیه. و حدیث وصیت هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی متواتره. برای اینکه ما زیاد وقت نبریم یه چند حدیثی رو نقل میکنیم از اهل بیت علیهم السلام از کتب حدیث که قرینه هستن بر حدیث وصیت. برای مثال در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 94 صفحه 349 دعای فرجی که مشهور هم هست بین شیعیان، اللهم کل ولیک القائم بامرک محمد بن الحسن المهدی، تا اینکه میاد میگه حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طولا و عرضا و تجعله و ذریته من الائمه الوارثین. یعنی خداوندا امام مهدی و فرزندان اون رو
از امامان وارثین قرار بده. این شهادت بر این که فرزندان امام مهدی امام هستند. و وصیت پیامبر چی گفته؟ بعد از من 12 امام و بعد از آنها 12 مهدی خواهند بود و مهدیین همون فرزندان امام مهدی هستند. بیایم سراغ کتاب الایقاظ من الهجع بالبرهان علی الرجعه. البته این دعاهایی که الان میخونم در مفاتیح الجنان که در خونه بسیاری از شیعیان هم هست، این دعاها ذکر شده و میتونید مراجعه کنید. حالا این نسخه ای که من دارم کتاب الایقاظ من الهجع شیخ حر عاملی جلد 1 صفحه 357. حدیث شماره 4 از خود امام زمان ذکر شده. این حدیث به ابوالحسن زراب الاصفهانی به دست اون رسیده از طرف آقا امام زمان علیه السلام، تا اینکه میفرماید اللهم صل علی محمد المصطفى و علی علی المرتضى الی ان قال و صل علی ولیک و ولات امرک والائمه من ولده. خداوندا صلوات بفرست بر ولی خودت یعنی امام مهدی و ولات امرک والائمه من ولده و امامان از فرزندان او. و در حدیث شماره 5 امام رضا علیه السلام دستور میداده، امر میکرده که برای امام مهدی اینطوری دعا کنید، با این دعا کنید اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک، تا اینکه میگه اللهم وصل علی ولات عهده والائمه من بعده. خداوندا بر اولیای عهد او صلوات بفرست و بر امامان بعد از او. همین چند حدیثی که الان نقل کردیم دلیل بر تواتر لفظی و معنوی وصیت مقدس هست. و با این حدیث این قسمت رو به پایان میرسونیم. از امام علی ابن الحسین سجاد علیه السلام فرموده یقوم القائم منا، قائم از ما قیام میکند، ثم یکون بعده 12 مهدیا، سپس بعد از او، بعد از قائم 12 مهدی خواهند بود. آقای مولا حسنی شما این حدیث رو نخوندید؟ این ادعیه‌ای که از اهل بیت نقل شده نخوندید؟ اینا همش اشاره میکنه بر 12 مهدی